سیوم می در محیط ژورنالیستیکای تاجیک روز جهانی آزادی سخن تجلیل کرده شد. در عرفه جشنگیری این روز مهم برای ژورنالیستان جایزه اعتماد صاحب خود را دریافت کرد. آن را سید احسان جلالیان روزنامه‌نگار رادیوی تاجیکستان به دست آورد. در تجلیل روز بین‌المللی آزادی سخن روزنامه‌نگاران سرشناس کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی ژورنالیستی اشتراک داشتند و وضع یک سال گذشته ژورنالیستیکای تاجیکستان مشکل و دورنمای آن را مطرح نمودند. قسم زیادی روزنامه‌نگاران وضع یک سال اخیر ژورنالیستیکای تاجیکستان را بسیار دشوار و وخیم بیان داشتند. باید گفت که سال 2022 7 ژورنالیست و بلاگ‌نویس تاجیک از جانب مقامات دستگیر و به سال‌های طولانی از آزادی محروم شدند. و بحث همین بود که اگر می‌ریم باید با اون نفری دوله شد که در ادامه همایش جایزه‌های مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان به صاحبانشان سپرده شدند. حیات جان عادلوف سخنگوی رئیس ناحیه اشت و مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند جایزه بهترین سخنگوی به نام اقبال الیاس‌زاده را صاحب شدند. همچنین در ادامه تجلیل این روز اسوسیاسیون روزنامه‌نگاران مدیا آلیانس تاجیکستان آزمون خود را که میان روزنامه‌نگاران، بلاگران و دانشجویان فاکولته‌های ژورنالیستیک دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان اعلان کرده بود، جمع بحث نمود. غالبان آزمون مذکور در 4 نامیناسیا معین شدند. مهرآفرین نجیبی کارمند گروه رسانه‌های آزیا پلوس از روی نامیناسیای کسبیت ژورنالیستی به نام عطاخان لطیفی مقام اول را صاحب شد. مشگانه حلیمова جای دوم و نادیره صابرزاد زینه سیوم این نامیناسیا را صاحب شدند. در بخش دیگری آزمون مدیا آلیانس تاجیکستان جسارت ژورنالیستی به نام مذهبشاه محبتشاهیف اردشیر پیوند مقام دوم را صاحب شد. مقام سیوم را در این بخش اسمت الله عبداللهیف کارمند هفته‌نامه فرج به دست آورد. در نامیناسیای مذکور کسی به مقام اول سزاوار دانسته نشد. مولا رجب یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی مقام اولی جایزه تحقیقات ژورنالیستی را صاحب شد. مقام دوم به رخشانه حکیمова ژورنالیست از دوشنبه و زینه سیوم به جهانگیر میرسلیموف روزنامه‌نگار از ولایت سوغد تقدیم شد. در بخش دیگری آزمون مدیا آلیانس تاجیکستان ژورنالیست نوقلم نفرانی زیرین صاحب جایزه شدند. ایدیبک شریفوف، دولت عبدالله و قربانای مقیمова. در انجام همایش روز بین‌المللی آزادی سخن روزنامه‌نگاران کشور امید به آن بستند که وضع ژورنالیستیک وطنی خوب می شود و کارمندان ساحه فعالیت خود را بهتر به راه می مانند.